بارزترین ویژگی ماه مبارک رمضان توبه است. یعنی ماه رمضان برای توبه کردن هست و بهترین دعایی که در شبهای قدر انسان از خدا می‌طلبد این دعاست. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما سوال فرمودند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اگه شب قدر رو ملاقات کردم چه دعایی بطلبم؟ راهنمایی بفرما. گفت این دعا: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو با گذشت هستید و گذشت کردن را دوست دارید و عفو و بخشش از بندگان گنهکار و تقصیرکار را دوست دارید. خدایا نگاه به بدی ما نکن، نگاه به خوبی خودت بکن. خدایا نگاه به تقصیر ما نکن، به جرم ما نکن. خدایا نگاه به رحمت خودت بکن. خدایا ما در ماه رمضان از تو هیچی نمی‌طلبیم، فقط بخشش می‌طلبیم، مغفرت می‌طلبیم، رحمت می‌طلبیم، بهشت می‌طلبیم. به تو پناه میبریم از خشم و غضب تو و جهنم تو. خدایا دستای ما را خالی بر نگردان و امید ما را ناامید نگردان. بارزترین ویژگی این ماه توبه است. هر کسی در گذشته این ماه، این 24 روز کوتاهی کرده، این چند روز باقی مانده را دریابه. یک توبه نصوح دست جمعی لازم است. کلا همه مردم باید توبه بکنن. اول علما، دوم طلاب، سوم معلمین. چرا اینا رو میگم؟ اول علما، چهارم معلمین مدارس، چه حوزه ها و چه مدارس دیگر. چون اینها بازاری ها، دانشجوها، ورزشکارا، مادرها، خواهرها، دخترها، پسرها، همه باید توبه بکنن تا رحمت خدا نازل بشود. علت گناه سه چیز است: یک جهل، دو ضعف اراده، سه تکبر. اگر گناه از روی جهل و نادانی باشد، وظیفه علما و معلمین و طلاب اینه که مردم رو آگاه بکنن، کلاس بذارن. خیلی از مردم گناه میکنن نمیدونن که این گناهه. وقتی بهش تذکر میدی میگه خدا ببخشه، کاش که 4 ماه زودتر میگفتی. خدا ببخشه، ما نفهمیدیم، کسی هم به ما نگفت، معذوریم. خدا از تقصیر ما بگذره، دیگه انجام نمیدهیم. وظیفه علما رو سنگین میکنه. خیلی از مردم امروز میگویند ما نمیدونستیم این گناه، آلوده شدیم. طلاب کجا هستن؟ علما کجا هستن؟ کافیه رو کرسی نشستن دردی رو دوا نمیکنه. مسلمان‌ها رو از ما میگیرن. زمانی که علما به مدارس چسبیدن و به منابر چسبیدن و حرکت نکردن برن در روستاها و در اطراف و در مناطق خودشون عرضه بکنن، علمشون رو به مردم برسانن، دشمنان اسلام عزیزترین سرمایه ها رو از ما گرفت. جوانای ما همه آلوده شدن. با نشستن کاری، در حرکت برکت است، در قبول زحمت رحمت است، در هجرت بشرت است. اگر علت گناه ضعف اراده باشد، خیلی مسلمان ها گناه میکنن، میدونن که گناه، اما نفسشون ضعیف است. اینا باید چیکار کرد؟ اینها باید دوستای خوب داشته باشن که هر وقت ضعیف شدن تنها نباشن، کمکشون بکنیم. هر کسی ضعف اراده دارد و گناه میکند و گریه میکند، یک دوست خوبی برای خودش انتخاب بکند و بگوید من ضعیفم، من ناتوانم، من گناهکارم، مواظب من باش که من اشتباه نکنم، من به خطا نرم. اگر ایمانتون رو دوست دارید. اما علت سوم و آخرین علت تکبر. خیلی از انسانها گناه از روی تکبر میکنن. خدا نکند که گناه من و تو از روی تکبر باشد. گناه ابلیس از روی تکبر بود، گناه بابا آدم و ماما حوا از روی ضعف اراده و جهل بود. بعد گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اما ابلیس گفت رب بما اغویتنی، خدایا تو منو گمراه کردید. اون یکی توبه نکرد، این یکی توبه کرد، چون که از روی تکبر بود. یک داستان تکان دهنده در یک مجله منارالایمان عربی که از دوستان در استان فارس به من داد خیلی تکان دهنده است. من خوندم، ملخصش اینه: در شهر بزرگ اسکندریه مصر
کشور مصر. ولی وقت تمام شده، ولی این مختصر 2 دقیقه بیشتر نمیگیره، معذرت میخوام. در شهر سالمند قصی رو روایت میکنه، میگوید این همین چند ماه سوار بودم، مسافرات تکمیل شد در ایستگاه، صدا زدن حرکت، میخوام حرکت بکنیم، مسافرات سوار بشن. جای 1 نفر 2 نفر خالی بود، صندلی جلو من. شاگرد به این طرف نگاه میکرد تا اینکه در همین اثنا یک دختر جوان مصری مسلمان با لباسی خیلی زننده و بریخته و نیمه لوخ با هیئتی خیلی زشت و قوی، مسلمان و مسلمان زاده بود، کشور مصر، آمد وارد شد. یک کیفی هم بر کتفش بود. وقتی وارد شد موت و بدن من سیخ شد و کل مسافرین همه مات و مبهوت شدند. حیرت آور بود. آمد برعکس جلو من رو همون صندلی خالی نشست. بگم 4 کلمه نصیحتش بکنم یا نمیخواد؟ من چه کار دارم؟ ولی وجدانم قبول نکرد. گفتم این نوه منه، این دختر منه، این دختر مسلمانه، این ناموس اسلامه، من وظیفه دارم، وجدانم معذره، باید بگم. یک واشکی بهش گفتم که دخترم بهتر نبود خودتو میپوشوندی، سنگین تر نبود؟ میگه از روی دلسوزی من جای پدر بزرگش بودم، به مجردی که همین کلامو گفتم از روی صندلی بلند شد. من فکر کردم میخواد تشکر بکنه، بلند شد هرچی حرف زشت در دنیا هست به من پیرمرد با صدای بلند زد، هم آبروی خودش و هم منو نابود کرد. گفتم استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله، با چه چیزی مواجه شدم؟ بعد نشست رو صندلی، 1 نیم ساعت نشست، اتوبوس رفت، دوباره بلند شد. گفتم حتما داره فکر میکنه که اشتباه کرده، میخواد معذرت خواهی بکنه. دوباره بلند شد، با یک تکبر و غروری کیفشو در آورد، در کیف باز کرد، یک تلفن همراه داخل کیفش بود. گفت پیرمرد خرفتی، تو که میگی خدا و جهنم و آخرت، این تلفن منو بگیر، به اون خدا زنگ بزن تا غرفه‌ای و اتاقی در جهنمش برای من رزرو بکنه. گفتم لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله، استغفر الله، خدایا من با چی مواجهم؟ بعد میگه دختر نشست، تلفنشو گذاشت و نشست، سرش گذاشت روی صندلی جلوی، سر بلند نکرد، ماشین رفت تا رسید به مقصد. بعد میگه شاگرد گفت اینجا آخرین ایستگاهه، پیاده بشید. رسیدیم. بعد میگه همه پیاده شدن، ما چند نفر نشسته بودیم، سرت بلند کن. جواب نمیده. خانم به مقصد رسیدیم، مسافرها پیاده شدن، تو فقط موندی. گفت جواب نمیده. میگه دست زد به بدن این دختر جوان، افتاد تو راه رو، نگاه کردن که نفس خالی کرده. وقتی دعوت شد اتمام حجت شده، باقیش دیگه با خداست. همون جایی که گفت غرفه‌ای در جهنم برای من رزرو بکنه، همونجا خدا قبض بزرگوار. برادرای بزرگوار، جوانای عزیز، پدرها مادرها، اگر گناه میکنید خصلت انسان از روی تکبر گناه نکنید. اگر گناه میکنید توبه بکنید. گناه کردن مهم نیست، توبه کردن مهم است. معذرت میخوام بابت این چند دقیقه که طولانی شد از جناب استاد و رهبر بزرگمون حضرت مولانا حفظه الله و دیگر نمازگزاران عزیز، خصوصا اونایی که در خیابانن. به همه شما خداوند جزای خیر عنایت بفرماید. طاعات و عبادت و روزه و صیام و تلاوت و تراویح و تسابیحتون به درگاه خودش قبول بفرماید. در هر کاری خاتمه به خیر بشویم و حسن الخاتمه نصیب ما و شما و تمامی خواهر و برادر مسلمان بشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.